ردبول یکی از مشهورترین برندهای دنیاست. این نوشیدنی در بیش از 170 کشور توزیع میشه و هر سال حدود 8 میلیارد قوطی از اون فروخته میشه. این یعنی بیش از 1 قوطی برای هر فرد روی کره زمین. این نوشیدنی کافئین دار محبوب کارمندان خواب‌آلود و دانشجویانیه که برای امتحان خودشون آماده میشن. اما آیا میدونستید که در ابتدا برای طبقه کارگر تایلند طراحی شده بود و توسط مردی که روزگاری پرورش‌دهنده اردک بود پایه‌گذاری شده؟ زمانی که ردبول برای اولین بار به بازار اومد، هیچ نوشیدنی مشابهی وجود نداشت و بازار نوشیدنی‌های انرژیزا کاملا خالی بود. بسیاری فکر می‌کردن این محصول محکوم به شکسته، اما بنیانگذاران اون به ایده خودشون ایمان داشتن. اونا با پیروی از حس درونیشون یک بازار کوچک رو به یک صنعت جهانی و میلیارد دلاری تبدیل کردن. آماده اید تا تاریخچه جذاب ردبول رو کشف کنید و نکات آموزنده‌ای که در زمینه کسب و کار داره رو بیاموزید؟ پس با ما همراه باشید. چاله اویویدیا روزی به عنوان سومین فرد ثروتمند تایلند شناخته شد. اما نمیتونستید داستان موفقیت او رو از طریق زندگیش پیش بینی کنید. او در تمام زندگیش فردی گوشه‌گیر بود و به ندرت مصاحبه می‌کرد، به طوری که تاریخ دقیق تولد او هرگز تایید نشده. چاله اویویدیا در تایلند به دنیا آمد. والدینش مهاجران فقیر چینی بودند که شغلشون پرورش اردک و فروش میوه بود. به خاطر شرایط مالی نامناسب، چاله او آموزش رسمی چندانی ندید و از کودکی به والدینش در مزرعه کمک می‌کرد. چاله او برای به دست آوردن زندگی بهتر به بنکوک، پایتخت شلوغ تایلند، نقل مکان کرد. این یک تغییر بزرگ بود، اما زندگی در شهر به راحتی براش پیش نرفت. تخصص او پرورش اردک و فروش میوه بود و به دلیل عدم تحصیلات مجبور شد چندین کار مختلف رو انجام بده تا مخارج خودش رو تأمین کنه. پس از اینکه مدتی به عنوان راننده اتوبوس و فروشنده دارو بود، چاله او احساس کرد که زمان تأسیس شرکت خودش فرا رسیده. شرکت او در زمینه دارو بود و به تولید و واردات آنتیبیوتیک ها و لوازم آرایشی پرداخت. هیچ کس نمیدونست که یکی از این نوشیدنی ها روزی زندگی چاله او رو به کلی تغییر میده. شرکت دارویی او به خوبی پیش میرفت و این درآمد جدید به او امکان رو داد که خلاق‌تر بشه. در اون زمان نوشیدنی های انرژیزا بیشتر به عنوان یک نیاز ضروری مصرف می شدن تا با هدف لذت و اکثر اونا طعم خوبی نداشتن و طعم دارو می دادن. چاله او یک فرصت تجاری مناسب رو دید و تصمیم گرفت که اقدامی بکنه. او شروع به ترکیب مواد مختلف کرد و روزی در سال 1976 شربتی جالب به نام کراتین دیانگ درست کرد. چاله او هرگز فکر نمی‌کرد نوشیدنیش به چنین موفقیتی برسه و بسیاری از کارشناسان نیز چنین تصوری نداشتند. در ابتدا این نوشیدنی فقط در داروخانه‌ها فروخته می‌شد و به جای تمرکز بر روی مردم بنکوک به عنوان نوشیدنی برای کارگران روستایی تبلیغ می‌شد. با این حال با صنعتی شدن اقتصاد تایلند این نوشیدنی به تدریج محبوب شد. بیشتر مردم متوجه شدند که راه‌های سودآورتری برای کسب درآمد وجود داره و به همین دلیل تعداد رانندگان کامیون، تاکسی و کارگران کارخانه و همچنین ساخت و سازها به شدت افزایش پیدا کردند. چاله او همیشه نوشیدنیش رو به عنوان یک محرک که باعث افزایش سرعت، استقامت و تمرکز میشه معرفی کرده بود. دقیقاً چیزی که کارگران خسته و راننده کامیون‌های بین شهری به اون نیاز داشتند. طبقه کارگر این نوشیدنی رو دوست داشت و ظرف چند سال به پرچمدار فروش نوشیدنی‌های انرژیزا در تایلند تبدیل شد. بر اساس گفته‌های پسر دوم چاله او، این نوشیدنی با هدف گذاری بر روی کارگران غیر متخصص خارج از بنکوک خود را از رقبا متمایز کرد. تصویر کارگری این نوشیدنی با حمایت از مسابقات بوکس تایلندی تقویت شد. چاله او تلاش کرد تا ارتباطی ماندگار بین نوشیدنیاش و ورزش محبوب تایلند برقرار کنه. در نهایت این نوشیدنی یک موفقیت به حساب می اومد و در دهه 1980
چاله‌و شروع به فروش نوشیدنیش در سطح بین‌المللی کرد. ابتدا در سنگاپور و سپس در هنگ کنگ. اما به زودی گسترش فراتر از اونچه چاله‌و تصور می‌کرد پیش رفت. در یک سفر تجاری به تایلند در سال 1982 فروشنده‌ای اتریشی به نام دیتریک با این نوشیدنی انرژیزا آشنا شد. او از خاصیت رفع خستگی ناشی از تغییر ناگهانی ساعت و اختلاف زمانی در سفر شگفت‌زده شده بود و به سرعت جذب این نوشیدنی شد. دیتریک در سال 1944 در روستایی کوچیک در اتریش به دنیا آمده بود و عمدتاً در زمینه فروش و بازاریابی برای شرکت‌های شامپو و خمیردندون فعالیت می‌کرد. دیتریک برای کارش به سفرهای زیاد و دوردست می‌رفت، اما به شدت از اونا خسته شده بود. او از سفرش به تایلند و خاصیت رفع خستگی این نوشیدنی لذت برد، اما زمانی که به هنگ کنگ رفت تازه کارش شروع شد. در حین اقامتش در هنگ کنگ، دیتریک مقاله‌ای خوند که در اون ذکر شده بود که یک نوشیدنی بزرگترین مالیات دهنده در ژاپن شده. ذهن بازاریابی دیتریک فوراً درک کرد که این یک فرصت تجاریه که نباید از دستش بده. فهمیدن موفقیت این نوشیدنی‌ها در آسیا نقطه عطفی برای دیتریک بود. در غرب هیچ نوشیدنی مشابهی وجود نداشت و او به سرعت موفقیت بزرگی که میتونست با جهانی کردن این نوشیدنی به دست بیاره رو تجسم کرد. بدون اتلاف وقت کارش رو ترک کرد و به دنبال چاله‌و رفت. در ابتدا چاله‌و بیمیل بود، اما دیتریک به سرعت او رو قانع کرد. اونا هر کدوم $500,000 سرمایه گذاری کردند و در سال 1984 ردبول تأسیس شد. نوآوری معمولاً با مقاومت روبرو میشه و این بار هم متفاوت نبود. زمانی که برای راه اندازی ردبول آماده می شدن، برنامه‌های اونا به خوبی مورد استقبال قرار نگرفت. گروه‌های آزمایشی گفتند که نوشیدنی طعم بدی داره و احساس چسبناکی در دهان ایجاد میکنه. نتایج تحقیقات بازار نیز امیدوار کننده نبودند. اونا پیش بینی کردند که ردبول شکست خواهد خورد، زیرا نوشیدنی هم خیلی ناسالم بود و هم لوگو و نامش جذابیت کافی رو نداشتن. توصیه ها به اونا واضح بود: مأموریتتون رو متوقف کنید. در حالی که این انتقادات برای بسیاری از افراد کافیه که تسلیم بشن، دیتریک تصمیم گرفت که به حس خودش گوش کنه. او باور داشت که محصولش ارزشمنده و رویای خودش رو ادامه داد، اما هنوز کارهای زیادی برای معرفی ردبول به بازار اتریش باید انجام میداد. 3 سال بعدی صرف تطبیق نوشیدنی با ذائقه غربی و بهینه‌سازی استراتژی‌های بازاریابی برند شد. دیتریک میخواست نوشیدنی گازدار باشه و ظاهری خاص‌تر داشته باشه. او همچنین بسته‌بندی بطری رو به یک قوطی نقره‌ای باریک تغییر داد. پس از سالها کار بر روی فرمول، ردبول در سال 1987 عرضه شد و تا سال 1988 حدوداً بالای 1,000,000 جعبه از اون رو فروختند. این نوشیدنی به عنوان اولین نوشیدنی انرژیزای موفق جهان شناخته شد. انرژیزا بودن این نوشیدنی کارمندان خواب‌آلود و دانشجویان خسته از مطالعه رو به خودش جذب کرد. همین موضوع باعث موفقیت ردبول شد و چاله‌و و دیتریک رو میلیاردر کرد. این موضوع نشون میده که اغلب پیروی از شهود خودمون ایده خوبیه. هرچند داده ها و مطالعات اولیه بسیار مهم هستند، اما اگه حس درونی شما چیزی برای گفتن داره، خوبه که به اون توجه کنید. به دلیل اینکه مصرف کنندگان هنگام خرید به احساسات خودشون توجه میکنن. حالا این سوال پیش میاد که چگونه این 2 نفر تونستن جذابیت نوشیدنی خودشون رو به طور قابل توجهی افزایش بدن. بخش بزرگی از موفقیت ردبول به استراتژی‌های نوآورانه بازاریابی اونا برمیگرده. اونا فهمیدن که یک محصول جدید نیاز به رویکردی کاملا متفاوت در بازاریابی و تبلیغات داره. این زمانی بود که دیتریک تصمیم گرفت یکی از استراتژی‌های چاله‌و رو دنبال کنه، یعنی ترکیب کسب و کار با علاقه شخصی. دیتریک همیشه به ورزش‌های هیجان‌انگیز علاقه‌مند بود و در اون زمان تعداد کمی از اسپانسرهای بزرگ به این رویدادها توجه می‌کردند. تبدیل شدن به پیشتاز این حوزه قطعاً ایده خوبی به نظر می‌رسید. از اون به بعد رشته‌های ورزشی به تمرکز جدید ردبول تبدیل شدند، به ویژه ورزش‌هایی که آدرنالین رو بالا می‌بردن.
دلایل زیادی برای این انتخاب وجود داشت. این کار برند رو متمایز می‌کرد و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تبلیغات در رویدادهای بزرگ رو کاهش میداد. اما مهمتر از همه، با پذیرش ورزش‌های هیجانی، اونا نشون دادن که ردبول فراتر از یک نوشیدنی انرژیزاست. اونا می‌خواستن نشون بدن که ردبول یک سبک زندگی جذابه. از اون زمان 2 گاو قرمز در رویدادهای ورزشی هیجان انگیز حاضر بودند و به تدریج ردبول رو با کلماتی هیجان انگیز مانند آدرنالین، انرژی و ماجراجویی مترادف کردند. از فرمول 1 تا فوتبال، اسنوبورد و دوچرخه سواری کوهستان میتونید مطمئن باشید که ردبول در اونجا حضور خواهد داشت. با برگزاری این رویدادهای سرگرم کننده، ردبول به طور عمیق با مشتریان ارتباط برقرار کرد و با تمرکز مداوم بر فروش یک احساس به جای صرفاً یک محصول، خودش رو در ذهن مخاطب هدف جا انداخت. در زمان تأسیس شرکت، تکنیک‌های بازاریابی خلاقانه این برند کاملاً منحصر به فرد بودند. اما شجاعت اونا نتیجه داد و هر 2 بنیانگذار رو به میلیاردها دلار ثروت رسوند. وقتی چالئو در سال 2012 درگذشت، او 3مین فرد ثروتمند تایلند بود و ثروتش 5 میلیارد دلار تخمین زده میشد. بعد از مرگ چالئو هم ردبول به خوبی راهش رو پیش رفت و حتی شکایت بزرگ در سال 2014 نتونست موفقیت برند رو متوقف کنه. تا اون زمان ردبول همیشه اعلام کرده بود که هر قوطی اون تقریباً حاوی میزان مشابه 1 فنجان قهوه کافئین داره و سالها هیچ کس این ادعا رو بررسی نکرده بود. اما زمانی که یک مرد آمریکایی متوجه شد که این ادعا گمراه کننده است، این موضوع رو پیگیری کرد. او شعار ردبول رو غیر صادقانه دونست و احساس کرد که دلایل کافی برای شکایت وجود داره. هیئت منصفه به نفع او رأی داد و ردبول مجبور شد به تمامی مشتریان آمریکایی که بین سال 2002 تا 2014 نوشیدنی را خریده بودند غرامت پرداخت کنه. امروز ردبول بهترین نوشیدنی انرژیزای جهانه. یکی از دلایل موفقیت مداوم ردبول اینه که این برند میدونه که چگونه یک فرصت برنده رو شناسایی کنه. در طول سالها اونا به تکنیک‌های بازاریابی پرسود خودشون ادامه دادن و بسیاری از رویدادهای جالب رو حمایت کردن. جالب اینجاست که خلاقیت اونا همچنان هم ادامه داره. در نهایت دیتریک، یکی از بنیانگذاران نوشیدنی انرژیزای ردبول، در اکتبر سال 2022 در سن 78 سالگی درگذشت. او ثروت خودش رو با تأسیس ردبول و همکاری با چالئو به دست آورد. در زمان مرگ دیتریک، ثروت او حدوداً 27 میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این ثروت عمدتاً ناشی از موفقیت شرکت ردبول و فروش گسترده محصولات اون در سطح جهانی بود. پس از مرگ دیتریک، 49% از سهامی که در ردبول داشت به پسرش رسید. باقی سهام هم که در دست خانواده چالئویویدی تایلندیه. این بود داستان ردبول. چالئو چیزی رو ایجاد کرد که بسیاری از کارآفرینان آرزوی اون رو دارند، یعنی یک برند جهانی. این میلیاردر گوشه‌گیر ثروت خودش رو با نوشیدنی خاص خودش به دست آورد و امروزه افراد مختلف در سراسر جهان روزانه از این نوشیدنی استفاده می‌کنند. برای بیش از 4 دهه ردبول در زمینه بازاریابی و برندینگ گام‌های بلندی برداشته و این شرکت به الگوی کارآفرینان نوآور تبدیل شده. این برند یک بازار کوچک رو به صنعتی جهانی و میلیارد دلاری تبدیل کرد و در این مسیر یکی از شناخته شده ترین برندهای جهان شد. کدوم بخش از این داستان براتون جالب تر بود؟ کدوم یک از درس‌های این کسب و کار به نظر شما بیشترین تأثیر رو روی موفقیت ردبول داشت؟ نظرتون رو با ما در کامنت ها به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که کانال ما رو برای ویدیوهای الهام بخش بیشتر و تاریخچه کسب و کارها دنبال کنید.